سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز میخوام براتون یه چیز باحال یاد بدم. امروز من میخوام از هامبورگ، من هامبورگم، بریم به هانوفر. خب میخوام کل مسیر رو بهتون نشون بدم که چی جوری میتونین از هامبورگ به سمت هانوفر برین، چون خیلیاتون ممکنه که تازه اومده باشین و ندونین و این ویدیو میتونه خیلی کمکتون کنه. یه قسمت ویدیو استاپ میشه، پاوزه میشه و تو اون قسمت من توضیح میدم که شما چجوری میتونین مسیرتون رو حتی از خونه تا اون بانهوف یا اون ایستگاه مرکزی هامبورگ، ایستگاه راهنش از این حرفا، پیدا کنین. بعد از اونجا هم چجوری باز میتونین بریم به سمت شهرهای دیگه که خب من حالا به عنوان مثلا امروز چون میخوام برم هانوفر، براتون مسیر رو به سمت هانوفر نشون میدم، ولی خیلی راحته. فقط یه نکته این وسط من بگم، زمانی که میخوایم برین شهرهای دیگه توی حالا از هامبورگ یا از جای دیگه، یه چیزی که داریم وسط اینه که شما حواستون باشه اون دوچلند تیکتی که دارین معتبر باشه. یعنی چی؟ یعنی که با اون بتونید برید به اون مسیرهایی که میخواید برید. دوچلند تیکت خب تو کل دوچلند هست، ولی یه مسیرهایی اصلا بان نداره، یعنی قطار نداره که به اون سمت بره. باید شما سوار ECE بشین. قطارهایی هست بهش میگن ECE. این قطارها حالا هزینهش بسته به اون دویچه بان متفاوته، بعضی جا 50 یورو، بعضی جا 100 یورو. اینجوری باید اون حتما قبلش در نظر داشته باشین. خب ویدیو اینجا پاوزه میشه، توضیحات داده میشه و ادامه مسیر. بچه ها برای اینکه مسیریابی کنین خیلی راحت شما از دو حالت میتونید استفاده کنین. یکی نرم افزار گوگل مپه که من اینجا دارمش و یکی هم نرم افزار خود هافافا که حالا اینجا هم دارمش، بهتون نشون میدم چی جوریه. خب اول میریم تو نرم افزار گوگل مپ. این نرم افزار چون واقعا نرم افزار استفادهش راحته و بماند که خیلی همون میتونیم ازش استفاده کنیم، چه آیفون چه اندروید. کافیه اینجا سرچ بزنید. ببینید بچه من منطقه‌ام الان مثلا اینجا، خب میزنم چی؟ میزنم میخوام برم هاپبانهوف، همونجوری که گفتیم. اینجا تایپ میکنم هاپتبانهوف، هامبورگ هاپتبانهوف. خب میخوام برم اینجا، میزنم دیرکشنز یا دیرکسیون هر چیزی و اینجا چیزای مختلف میاره چه مسیرهایی میتونم برم. خب راحت ترینش مسلم از این سمت اوآینسه که میشه آدم سوار اوآینس بشه با اوآینس بره، یا میتونه آدم مثلا زوفوس بره یه مقداری رو بعد سوار اوآینس بشه. حالا مثلا من زوفوس میزنم چون من این مسیر رو اومدم. اینو میزنم و خب روی این گزینه دایره تور روی این مسیریابی اگه بزنم، جهتیابی، مسیریابی، هر چیزی، میگه چه جوری برم. خب این مسیر رو من قشنگ پیاده میرم و اینجوری میرم به این سمت به بالا و از اینجا سوار اوآینس میشم که توی این نقشه میاریم اینجا که اینجا گفته ببینید لانگنهورن نورد باید سوارشم که همین کارم میکنیم و لانگنهورن نورد به سمت اولستت یا همون فولکسدورف. حالا زیر اون فولکسدورف نوشته بودش که یکی از مسیراش مثلا به این سمت. رو نقشم که حالا جلوتر نشون داده میشه نوشته که قشنگ چه مسیرایی رو میره. اگه یه وقت نتونستین پیدا کنین که کدوم سمت باید سوارشین، اصولا مسیر آخر رو نگاه کنین، جایی که باید پیاده شین که مثلا هاپبانهوف سوده، و برین به همون سمت. تموم شد رفت. یعنی قشنگ ببینین مثلا میبینین اوآینس به اون سمت میره و سوار مثلا مسیر سمت راست میشین یا سمت چپ میشین. این شکلیه. حالا توی این نقشه باید بریم به سمت اولستد توی اوآینس لانگنهورن نورد. بچه اوآینس رنگش هم آبی هم هست، توی حالا هامبورگ اینجوریه و 17 تا هم هالتشتله داره که باید این 17 تا بگذره و 17 همیش میشه هاپبانهوف زود. هاپبانهوف زود رو که پیاده بشیم یه مقدارم باید پیاده روی کنیم تا یه جایی که اونو باز ادامه تو ویدیو بهتون میگم که میشه تقریبا این مسیر. نقشه یکم کوچیک بکنیم بعد بریم اینجا و خب این تیکر رو پیاده روی کنیم تا بریم به سمت اون قطارمون که میخوایم بریم و از این حرفا. این با گوگل مپه. حالا میریم سراغ نرم افزار خود هافافا. بچه هافافا هم نرم افزارش من اینجاست دارمش، نرم افزار هافافا یا HVV روش میزنیم و خب مسیرهایی که میخوایم بریم و بهش میدیم دیگه. مثلا ما میخوایم بریم هاپبانهوف، من این قسمت قبلا سرچ کردم، روش یه بار کلیک میکنم. شما میتونید این بالا سرچ بزنید. من روش یه بار کلیک میکنم و خب میاد از جایی هم که هستم. مثلا الان اینجام هوولند زکس به میخوام برم به سمت هاپبانهوف. این هم باز مسیرهای پیشنهادی میاره چند تا که حالا مثل گوگل مپ زیاد نیست
ولی بازم داره و خودش توش داخلش نقشه هم داره و بلیط هم از همینجا میتونین بخرین اگه بلیط نداشتین. روش کلیک میکنم و خب مسیر رو میاره، میگه از اینجا قوه‌لند باید برین، اینقدر پیاده روی داره، بعد میرین لانگنهورن نورد سوار میشین، مثلا 5 تا استپ میرین اولزدورف، بعد اولزدورف باز پیاده میشین میرین سوار اس1 میشین. این مسیر پیشنهادیه که مثلا هافافا آورده که اگه دقت کنین تو اون یکی 17 تا هالتش دله بود، اینجا 5 تا اولزدورفه و 9 تا هم تا هاببانهوفه که میشه تقریبا با هم دیگه 14 تا، یعنی مسیر کوتاه‌تر میشه. حالا گوگل مپ هم آورده بود برامون، ولی خب ما اون مسیر دیگر رو انتخاب کردیم چون من خودم آدم بی‌غیرتی ام، حوصله ندارم مسیر عوض کنم، اینجوری برام راحت تر بود. حالا اینم مسیر آورده و نقشش هم دقیقاً مثل گوگل مپ میتونین ببینین کجا سوار میشین کجا پیاده میشین و دایرکت بریم به سمتی که میخواین. خب بچه ها همونجوری تو نرم افزار دیدین، ببینید ایستگاه‌های مترو یا همون اوبان اسپان با همچین علامتی مشخص میشه. حالا این برای اوبانشه و من الان اوبان یعنی او اینس یا اوبان لانگنهورن نوردم. اگه اسبان باشه به صورت اس مشخص میشه. تو الان قطارم اومد ولی خب ما عجله نمی‌کنیم. ببین بچه‌ها یه نقشه اینجا داره، کاملا توضیح داده خیلی چیزا رو. من از این سردرده میارم خیلی گیش کننده‌ایه ولی خب توضیح داده. اینجا هم وقتی مسیر وسطش قطعی داره یعنی اون اوبان نمیره، اینجا نوشته میشه. حالا ما به اضافات کار نداریم. از اینجا هم میتونین بلیت بخرین، بلیت هایی که حالت مختلف داره. آینزل کارته داره، بعد برای کورس اشتراکی یعنی مسیرهای کوتاه، اینجا نابغایشه، بس چیزهای مختلفی. شما اگه دوشلند تیکت داشته باشین این چیزا دیگه مد نظرتون نیست. بریم بالا رو من نشون بدم. پله ها رو که بیاین بالا، حالا برای این قسمت شما به 2 تا مسیر برمیخورین که حالا جای راحت اینجوریه، یکی سمت راست یکی سمت چپ. ببینید سمت راست بالاش هر دو تا هم او اینسه، نوشته فولکسدورف، این نوشته گارشتت. خب شما تو نرم افزار دیدین که ما باید بریم به سمت اولزشتت یا گروسهانسدورف. خب و این مسیرمونه. ما قرار بود تو نرم افزار بریم به سمت هاببانهوف. هاببانهوف رو باید از اینجا پیدا کنیم که میشه حدودا اینجا شماره 31. پس ما باید مسیر سمت راست رو سوار شیم نه سمت چپ. ببینید سمت چپ هم باز اینجا مسیر داره که خب چند تا استاسیون بیشتر نیست و خب ما اینجا رو لازم نداریم. ما میخوایم بریم به سمت هاببانهوف یعنی این قسمت. تو این مسیر بچه‌ها اینجا می‌بینید که ببینید مثلا من اگه شماره 26 یونگفرشتیک پیاده شم میتونم سوار اوتسوبای بشم، اودقای بشم، اوفیا بشم. اینا هر کدوم یه مسیراییه که یه بانای مخصوص خودشو داره. بعد نگاه کنین ببینین چه بانی رو باید سوار شین. مثلا من همینجا اگه بخوام برم هاببانهوف میتونم از اینجا مسیرهای دیگه هم سوار بشم. مثلا میتونم برم یونگفرشتیک، خب میتونم برم یونگفرشتیک و سوار اوتسوبای بشم و از طریق اوتسوبای باز مثلا برم سوار ایستگاه هاببانهوف پیاده شم. ولی خب به صورت کلی ما امروز میخوایم فقط با اوینس بریم. سوار اوینس میشیم. حالا این فولکسدورف بالاش هم کار نگیرین، مسیر رو نوشته. ببینید نوشته اوبا اوزدورف، کلینگهاوزشتراسه، یونگفرشتیک، هاببانهوف زود و میره به سمت فارمزن که دیگه خیلی دور میشه و نوشتم که 8 دقیقه دیگه میاد. حالا توی تصویر زیاد خوب نمیافته، من زوم کنم شاید اوکی شد. آره اینجا نوشته 8 دقیقه دیگه میاد. ما اینجا منتظر میمونیم 8 دقیقه دیگه و بانی که میاد سوار میشیم. باز تو بان من براتون فیلم میگیرم، مسیر رو نشون میده که شما کجا باید پیاده شین. خودش هم توی اون بان اعلام میکنه که مثلا میگه ایستگاه یونگفرشتیک و شما میتونید از سمت چپ پیاده شید یا میتونید از سمت راست پیاده شید. میگه مثلا میگه این فاخشتونگ لینکس، میگه رشتس، یعنی به سمت حرکت سمت راست یا چپ، اینجوریه. حالا باز توی بان براتون فیلم میگیرم تا ببینید. Nächster Halt Langenhorn Markt. Ausstieg links. خب بچه‌ها دیدین اینجا هم اعلام کردش که نکست استاسیونش کجایه. خب میریم لانگنهورن مارکت و از اون ورا خب ادامه مسیر تا برسیم هاببانهوف تا اونجا بریم. یعنی اینجا همیشه اعلام میکنه و موقعی که میرسیم بهتون میگه سمت چپ سمت راست. خب بچه‌ها زمانی که هاببانهوف حالا هامبورگ به عنوان مثال پیاده شدیم، اصولا توی هاببانهوف ها یه تابلو اینجوری داره که توش باید مسیر
که میخوایم برین، مسیری که میخوایم برین رو پیدا کنیم. حالا ما اینجا میخوایم بریم هانوفر. نگاه میکنیم ببینیم که تو این مسیر کجا نوشته هانوفر. خب بریم من نشون بدم. اینجا گزینه‌های کنار که خب ساعت حرکت و اینا رو نوشته، سایت رو نوشته. بعد جلو نوشته سوک ترین، یعنی چه قطاری رو با سوارشین، که اونایی که نوشته آر ای قطار رایگانشه، اونایی که نوشته ای سی قطار پولیشه. بعد جلو هم مسیرش نوشته اوبا اودویا از طریقه. بعد اینم سیل، یعنی مسیر آخری که میره رو نوشته. و بعد اینجا مسیر گلایس، جایی که باید سوار بشه. مثلا ببینید اینجا نوشته اولی مثلا نوشته 13 آ. ببینید 13 آ میشه این مسیرای اینجا 11 12 13 آخری میشه. حالا از اینجا باید پیدا کنیم ببینیم هانوفر کجایی. خب بچه‌ها یه پلن عوض شد متاسفانه و ما باید بریم به سمت لونبرگ. ببینید لونبرگ بچه‌ها اینجایه. ببینید سیل نوشته لونبرگ خط 14 آ سی، یعنی از آ تا سی قطارش بلنده. به عنوان مثال تاریخ حرکتش نوشته، ساعت حرکتش نوشته 9:33 بوده که به 9:49 تحقیق پیدا کرده اگه کنسل نشه، و نوشته آر بی رژیونال بان 31 شماره قطارشه. مسیر هم که میره هامبورگ هاربور، میکلفیلد، ماشل و وینسن. و بعدم آخرین مسیرش یعنی جایی که ما باید پیاده شیم سیل، یعنی آخرین ایستگاهش لونبرگ. حالا ما اگه خواستیم مثلا این میکلفیلد پیاده شیم میشه ایستگاه اول نه دومش. حالا ما آخرین مسیرش رو باید پیاده شیم لونبرگ که میشه آخریش دیگه. و 14 سی باید بریم به سمت 14 سی بچه اون سمت روبرویه. من باید برم جلو. فقط یه چیزی که هست اینه که بهتون بگم تو قطاراش دستشویی داره، آب نداره، باید آب بردارین برای خودتون و خوراکی هم بردارین. حالا اصولا این پایین هم خوراکی مراکی پیدا میشه که شما بخرین، ولی بهتره که بردارین. ببینیم مسیر 14 اینجایه جلو و از ایستگاه آ تا سی بریم یکم جلوتر و بهتون نشون میدم. بچه نکته هم من بهتون بگم، من اینو در قالب حالا به صورت میگم هوریزونتال یا اگه درست گفته باشم به صورت عمودی من اینو آپلود میکنم که بچه‌ها بتونید تو گوشی راحت اینو ببینید. آره خب به صورت هوریزونتال یعنی دقیقاً همینجوری، اگه درست گفته باشم اینجوری نه اینجوری. خب اینجا بچه ببینید مسیر 14 آ تا سی بود. این مسیر 14 که بالاش نوشته دی. اگه یکم از جلوتر نگاه کنیم اینجا ببینید نوشته 14 ای، پس آ تا سی میشه این سمت. حالا بعد بریم این سمت، میریم پایین تا بهتون نشون بدم. برای که بستن بریم این سمت. ساری این سمت میریم بچه ها. آر ای آر بی 31 هم اینجایی، میبینه قطارش هم اومده همینه. بله خب حرکتش رو زده ساعت 49 بود، 9:49 اگه اشتباه نکنم. ببینید تابلوهایی هم اینجا داره که اصلا این تابلوها میتونیم ببینین که داستان چیه. خب یکم بریم جلوتر. اینجا نوشته تابلوهاشون اونه به این وسطیه اینجاست. خب دیگه باید همین سوار شیم، باستیم تا دراش باز بشه و سوار بشیم. خب بچه ها قطار تأخیر خورد و به خاطر حالا این قطار ایسی که بهتون گفتم اینجا تأخیر خورد. مسیر رو باید همیشه نگاه کنید تو تابلوهایی که اینجا هست. ببینید الان مثلا ما می‌خواستیم بریم لونبرگ، حالا مسیر به سمت سیل به سمت ولزنه هم که بهتون گفتم. و خب ببینید سر راه میریم هامبورگ هاربور و وینسن و لونبرگ مسیر بعدیش که ما ایستگاه سوم پیاده میشیم اینجا، یعنی منتظر این بیاد. بچه‌ها ببینید اینجا نوشته آر ای. خب اینا رو من سوار میشم. اینا مثلا این سمت هفته نوشته ای سی اینجا. اینا قطارهایی که خب باید هزینه کنی بالاش، با دویچلند تیکت نمیتونی سوار شی، ولی اینا رو میشه سوار شد. مثلا این برمن رو میشه رفت، این لونبرگ اینجا 10:33 میاد، این هم میشه رفت، ولی خب من اینو سوار میشم که زودتر برسم. حالا ایشالله که زودتر بیاد. خب بچه قطارش هم اینه اومده الان آر سی 3 و اینجا میریم که سوارش بشیم اینجا و خیلی راحت دکمه‌شو میزنین و میرین یه صندلی بر خودتون پیدا میکنین و سوار بشین دیگه. خب ما بریم بالا اصولا اگه جایی پیدا بشه.
اینجا میگردیم یه جایی پیدا کنید که خالی باشه بتونیم سوار رو بشیم. ظاهرا پر بود. سمت رو ببینیم چجوریه. میشه پایینم نشست. خب ببینیم اینجا چجوریه. اینجا خالیه. شیشه ها اینجا بستن. ولی خب مهم نیست چون آفتاب زیاده همینجا بهتره. میشینیم و منتظر میشیم تا برسیم. بچه ها توی این تابلوهای جلو هم اعلام میکنه که کجایی. ببینید اینجا نوشته نوبه ایستگاه اول دوم و سوم. اونجا پیاده میشه تو خودش اعلام میکنه. اون جلو هم مینویسه اینجا ایستگاهی که برسیم مینویسه اینجا. بچه ها این هم قطارش پیاده شدیم. اینجا هم رسیدیم لونبرگ و نه اون قطارش به همین راحتی. حالا موقعی که بخوایم برگردیم دوباره باید برگردیم همینجا. حالا ایستگاه مختلف داره باید نگاه کنیم دقیقا کدوم قسمت بیاین، ولی اصلش هم بیاست. حالا میتونین روی گوگل مپ یا چیزای دیگه اگه دارین نگاه کنین ببینین کجا میتونین برین و از مسیر لذت ببرین. بچه اگه خوشتون اومد، اگه مفید بود، اگه چیز اضافه تری من باید بگم تو این ویدیو به من بگین که من اضافه ترش براتون بذارم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.